عاشق شدین؟ میدونین به خاطر این سوالتون میخواستم نیام، رفتم زیر سوم. اصلا نریم سمتش؟ چرا؟ بریم سمتش. منتها باز من باید یه قصه تعریف کنم براتون. یه روز یه مار عاشق میشه، بعد همطوری تو فکر بوده و خیلی دیدین که آه میکشن، همینطوری آهای عمیق میکشن و هی چه دوستاش میان بهش میگن تو چه خیلی تغییر کردین. خلاص یکی از دوستا که صمیمی بوده ازش میپرسه، میگه من عاشق شدم. که خوب، چقدر خوب، این که خیلی اتفاق خوبیه، خوشتیپه، خوبه. میگه خیلی خوشخط و حال، قد بلند دراز. بعد مار دوستش بهش میگه که خب بالاخره میدونه تو عاشقشی. گفتش نه من اصلا جلو نمیرم، اصلا رو نمیشه جلو برم. میگه خب بالاخره که چی باید بهش بگی. این باز فکر میکنه و هی میره از دور عشقشو نگاه میکنه و بعد باز نمیتونه بره جلو. دوباره دوستشو میبینه، دوستش میگه ببین بیفایده است این کارا، اینقدر تقلا نکن، گریه، شیون، هر کاری بکن، بالاخره تا نری جلو نگی اتفاقی نمیافته. خلاصه یه روز این عزمشو جذب میکنه و میره جلو، نزدیک میشه و میبینه که اون عشق شیلنگ بوده. یعنی کلن میتونین که ماها عاشق تصورات ذهنی خودمون میشیم. بله دقیقا. آره، بعد که میریم جلو میبینیم شیلنگه. خیلی پاسخ هوشمندانه ای بود. نه واقعا و زیبا. منم چندین مورد شیلنگ داشتم.